رفقا خوش اومدید به ویدیو دیگه از این فوتبال. من علی هستم، با ویدیو جدید اومدم سراغتون. ببخشید که دیر شد. پکایی که اومده داخل این فوتبال مثل پپ گواردیولا و اپیک، میخواد بریم ببینیم ارزش گرفتنش داره یا نه. و دو تا شوتایم هم اومده که در ادامه ویدیو بهتون میدم چطوری باید بگیریم کارتشو. الان پک اپیک که 900 تا کوین میخواد که یه ستاره به قول خودمون بهمون بده که ما بتونیم یکیشون به دلخواه برداریم، مثل تیم ملی‌های ژاپن، برزیل، کره جنوبی، مصر، عربستان اومده و ارزش گرفتن احساس میکنم نداره. و کسی که میخواد بگیره پیشنهاد میکنم برزیل و دینسو. میتونید اون 900 تا کوین رو داخل پک‌های دیگه بزنید و شانستون بگیره و بهتون بازیکن رو بده. میریم پپ گواردیولا که با 700 تا کوین میخواد و بریم ببینیم چی قدرتاش. پوزیشن گیمش 89 و اتوارش هم 89 واقعا خوبه. بریم جلوتر. پوستر 1 و 2، پوستر اولش شوته و پوستر دوش هم جنگندگی که شوتش خوبه، جنگندگیش هم بدک نیست، خوبه، دوتاشون خوبن. میریم جلوتر که با ما در اینجا وینگر چپ و راست داشته باشیم و دفاع چپ و راست ما رو توی اتکینگ فول بک بذاریم که وقتی وینگرها به سام بکشن دفاع چپ و راست برن داخل محوطه و توپو بگیرن و بریزن برای فوروارد و فوروارد بزنن، که تو ذهنم نمیره که چرا آخه اینو گذاشتن. میریم برای دوتا شوتایمون که اولیش میشه کارواخال و دومیش که تیم ملی مختلف اومده مثل پرتغال که برناردو سیلوا توشه. برای کارواخال ما باید بریم در ای فوتبال لیگ و رتبه‌مون رو پایین 1 میلیون بیاریم که انقدر باید بازی کنیم که تا بیاد پایین 1 میلیون و جوایزی که به ما میده کارت جایزه توش داره که میتونیم کارواخال رو بگیریم. و برای شوتایم اونوری شوتایمش ما چطوری بگیریم؟ ستارهش ما باید 25 بار در مای لیگ یا لیگ خودمون بازی کنیم که تا 15 فعلا بازه و بقیهش باید در هفته‌های بعد فکر کنم باز میشه. فعلا هفته اول 15 تاه. اینی که دورش ستاره زرد شده این همون ستاره شوتایمی که میتونیم از بین اون 4 تا 1 شو بگیریم. ممنونم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.